پیش شرمنده میخوام یکم تند صحبت بکنم. این چند وقت خیلی ها به من پیام دادن چرا پستی نمیذاری در مورد اعتصابات، چرا پیگیری نمیکنی هر روز؟ چی بگم؟ چی باید بگم برادر من، خواهر من؟ هر روز از 4000 کیلومتر این براتر آی ایرانی تو سفرت خالیه نمیدونی من میدونم، آی ایرانی تو گرفتاری نمیدونی من میدونم. طرف نمیدونه داره چجوری زندگی میکنه. 2 سال 3 سال توی این پیج خودمون رو پاره کردیم، حرف زدیم، از گرفتاری مردم گفتیم، تهدید شدیم، خانواده‌مون رو گرفتن. چه اتفاقی افتاد؟ بالای 2 میلیون که زیرش نه به من پیام دادن ما منتظر یک جرقه ایم. کامیوندارا جرقه‌شو زدن به هر دلیلی، رفتن پشتش وایسن. اگر نرفتن یعنی هنوز کارت به استخونشون نرسیده، یعنی هنوز دارن، فقط قور میزنن. میرن خرید میکنن میان بیرون قور میزنن، میرن فلان لباسو میخرن میان بیرون قور میزنن. ما منتظر یک رهبری هستیم. هر کامیوندار یه رهبری رو به عهده گرفت، یه کاری کردن پشتش وایسادن، نکردن چون هنوز کارت به استخونشون نرسیده، دارن فقط قور میزنن. چیکار کردن؟ ما اینجا عربده میزدیم، مردم تو ایران چیکار میکردن؟ هیچی. من اینجا داشتم خودمو پاره میکردم، طرف 2 کیلو جوجه میخرید میذاشت صندوق پرایش میرفت لب رودخونه غیر میداد. آقا سال 2025 یه لیوان آب تو به زور نمیتونی دست کسی بدی. مگه میشه خودش طرف ندونه گرفتاره؟ تو چه شرایطی داره زندگی میکنه؟ کجا باید بره اعتصاب بکنه؟ کجا باید بره وایس پشت کامیون داره؟ که من از چند هزار کیلومتر این طرف داره بگم آی ما هم اینجا نشستیم به 4 تا بسیجی و 4 تا آخوند فوش میدیم میخندیم، اونا به ما فوش میدن میخندن، سرمون گرمه. پیش عذرخواهی میکنم از اینکه آروم دارم صحبت میکنم، یعنی هر چی داد بود این زبون بسته سر شماها زد. خجالت نمیکشید خدا وکیلی؟ جوون مردم صبح تا شب 2 سال تمام از 4000 کیلومتر ورتر عربده بزنه، جار بزنه، آی مردم ایران بدبخت‌ترین مردم دنیان، دنبال براندازی ان، میخوان حکومت رو عوض کنن. شماها پنجشنبه به پنجشنبه وسط این براندازیاتون جوجه میزنید، میرید لب ساحل شروع میکنید غیر دادن، از این دکتر زیبایی به اون دکتر زیبایی، رکورد سفر به ترکیه رو میزنید هر عید نوروز. بابا اعتصاب کردن کامیوندارا، این جوون داره اونجا داد میزنه به خاطر شماها. جاده شمال برای چی مسدوده؟ جاده شمال برای چی مسدوده؟ یه دونه ویلا رو نذاشتید تو این 2 سال که این داشت اونجا خودش رو پاره میکرد به قول خودش، یه دونه ویلا نذاشتید خالی بمونه هیچ جای کشور؟ خب نکنید. این اونجا داشت داد میزد، کارت به استخون شما رسیده. شما اینقدر اینجا عشق و حال کردید که ساتور رسیده به استخون جوون مردم، اومده میگه من پاره شدم. خب الان چیکار میخواد بکنید؟ کی میخواد اینو بدوزه؟ حداقل یکی به خانواده‌اش خبر بده، بیان اینو بدوزن. البته که مقصر خودشه. چشش کو. چقدر امثال ما بهش گفتیم بابا نکنید، به اینا اعتماد نکنید. فاز بر ندارید از چند هزار کیلومتر اونورتر. اینا تکون نمیخورن از زیر پتو. نهایت بتونن براتون کامنت بنویسن. جاوید شاه زنده باد، رضا شاه روحت شاد. این آخرین حرکت انفجاریه که اینا میتونن برای شما انجام بدن. چشت کور می‌خواستی نکنی. بابا اگه این وقتی که 2 سال پسر خوب تو رو اینا گذاشتی، رو 4 تا بچه ارزشی گذاشته بودی، الان با عملیات چریکی حداقل یک کشور شما فتح کرده بودید با این بچه ارزشی‌ها. حداقل جیگر دارن اینا. نصف این وقتو گذاشته بودی تو این 2 سال. رفته بودی این چفیه فلسطینی‌ها گرفته بودی، جلو سازمان ملل، همونجا که هستی میرفتی جلو سازمان ملل بساط می‌کردی. الان کلی دانشجوی آمریکایی زن و مرد مشترک بودن، دیدی که میبندن رو سراشون میان تو تظاهرات به نفع فلسطین. همه رفیقات هم میشدن، درآمدش هم داشتی، نکردی. خودت مقصری، چشت کو. الانم دیر نشده. برو یه آبی به دستوراتت بزن، ان شاءالله که فردا ولی شروع کن. به اینام دیگه اعتماد نکن، وقتت هم تلف نکن. این فیلم اعتراف واضح یک برانداز بود. ما نیازی نیست خیلی خودمون رو خسته کنیم. اینا خودشون رو معرفی میکنن.